چی تست کنیم؟ توی 2 دم مختلف. طعم توت فرنگی و اسنیکرز. خب با دم شادوت و با دم موشی. من وانیا هستم. منم آریا هستم. بزن بریم تستش کنیم. بزن بریم. اول بریم سراغ طعم خامه و توت فرنگی. خب نرحیم اینو بزن. وای قیس شد. خب وسطش یه توت فرنگی داره. خب بریم تست کنیم. من که میگم خیلی عالیه. دم توت فرنگیش عالیه. خیلی عالی و خوشمزه است واقعا. بریم سراغ طعم اسنیکرز. وسط شکلات اسنیکرزه. چقدر جالب. من که میگم دم اسنیکرز با شکلاتش عالی بود. اصلا شکلاتش بود که کلا خیلی خوشمزش کرد و شکلاتش عالی بود. بریم سراغ دم موسیش دمی داره. جای انگشتم شونه چقدر نرمه. خیلی نرمه. عالیه. خب وسطش سفته. خیلی سفته. وای بایا. خب بعد تستش کنیم. دم موشیش با موشی که دوست داشت خیلی خوشمزه میشد با بوستش. خوشمزه بود ولی به نظر من اون دوتا از این خوشمزه تر. شیرینیش خیلی زیاده طعم موزیش. ولی من که میگم دم موشو من خیلی دوست داشتم. بریم با دم شادوت. وای اینم نرمه. نه سفته. این از این طعم شاهدود. وا این ده طعمیه واسه شاهدوده بکنم واسه گاز بزن. عالیه. من یه خیلی این خیلی دوست داشتم. خیلی عالی بود. خب به نظر من که رتبه اول این شکلات اسنیکرز، دومیش شاتوت، سومیش خامه توت فرنگی، آخریش هم موز. من بیشتر اینو دوست داشتم
این شادود و موشی. خیلی این دوتا رو دوست داشتم. اگه از اینجور ویدیوها خوشتون میاد لطفا ما رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها بگید که تست بعدی چی باشه. تا ویدیو بعدی خدا خدا نگهدار.